ملت عشق نویسنده الف شافک قسمت 9. عزیزان و علاقمندان خوب کانال الیت بوک سلام. آرزوی صحت و سلامتی تک تک شما خوبان را داریم و امیدوار هستیم که دارای صحت کامل باشید. شما عزیزان را به 9مین قسمت این رمان از کانال خودتان خیره ها خوش آمدید گفته و برای حمایت از ما کانال خودتان را بی زحمت سابسکرایب نمایید. آغاز قسمت 9. آقا بغداد 26 ژانویه 1243. 9 ماه بود که نزد ما آمده بود. اوایل فکر میکردم ممکن است شمس به سرش بزند و لوازمش را جمع کند و برود. کاملا آشکار بود که یک روز از زندگی در تکیه خسته خواهد شد، از اینکه هر روز با دیگران از خواب بیدار شود و هر روز در یک ساعت با دیگران غذا بخورد خسته می شود. می دیدم اینکه به زندگی در جمع عادت کند برایش سخت بود و به اینکه تنها و آزاد و رها باشد عادت کرده بود. منتظر بودم ببینم که کی از اینجا فرار می کند، اما هیچ وقت از اینجا فرار نکرد. او عمیقاً در آرزوهای پیدا شدن نیمه گم شده اش بود، برای همین صبر می کرد و به همین ایمان مطلق داشت که من روزی با او آن خبر را که می خواهد بگویم و با او می گویم که به نزد چه کسی برود و در سایه همین ایمان بود که نزد ما ماند. در این 9 ماه او را تحت نظر داشتم، مثل این که زمانی برای او طور دیگری در جریان بود. زمان برایش سریعتر و سنگین‌تر می گذشت. اگر مسئله بود که حل آن برای درویش ها دیگری هفته ها و ماه ها طول می کشید، برای شمس فقط ساعت ها و ماه ها طول می کشید. نسبت به چیزها و مسائل تازه و نوع علاقه و کنجکاوی زیاد نشان می داد و هر روز صبح به بیرون می رفت و زمان زیادی را به دیدن طبیعت می گذراند. خیلی اوقات او را در حال نگاه کردن به تار عنکبوت و یا در حال بررسی کردن گل می دیدم که 2 روز در باغچه باز شده بود. گیاهان، حشرات، خارها و تیغها و در کل تمام طبیعت بیشتر از کتابها و رساله ها نظر شمس را به خودش جلب می کردن. تا من به این نتیجه می رسیدم که شمس به کتاب خواندن بی‌علاقه است. می دیدم که در دستان شمس یک کتاب دستنویس است و شمس در حال بررسی کردن معنای تک تک کلمات آنها است و حتی برای خواندن آنها شبها و روزهای زیادی را بیخواب می ماند. و بعد می دیدم ماها می گذرد و او کتاب را ورق نمی زند. وقتی از خودش درباره این موضوع پرسیدم این طور جواب مرا داد: عقل انسان مثل بچه گرسنه می ماند که باید معلومات را قاشق قاشق وارد دهانش کنیم، اما نباید فراموش کنم که بعضی غذاهایی هستند که هضم آن برای بچه ها سخت است. بعضی اطلاعات هستند که درک آن برای عقل سخت است. یکی از قوانین 40گانه در مورد این موضوع است. قانون 5: کیمیای عقل با کیمیای عشق متفاوت است. عقل محتاط است، با احتیاط جلو می رود، با خودش مدام می گوید مبادا، اما عشق اینطور نیست. عشق می گوید خودت را رها کن، بگذار و برو. عقل به سادگی از پا نمی افتد، اما عشق مدام ضربه می خورد و خودش را ویران می کند. فراموش نکن گنجینه ها در میان خرابه ها مدفون می شوند. هرچه که هست در یک قلب ویران شده است. هرچه قدر که با دشمن بیشتر آشنا می شدم، بیشتر از ذکاوتش، ادیبش و حضور ذهنش خوشم می آمد. اما این را هم می دونستم که این احوالات او بعد منفی هم دارد. همیشه به درویشان یاد داده بودم که رازدار باشند، از خطای دیگران بگذرند. بخشندگی و عفو را به آنها مخته بودم، اما شمس هیچ خطایی را نمی بخشید. اگر اشتباهی می دید همان رضا به زبان می آورد، کلامش را رک و راست بر زبان می راند. حتی اگر می دونست دیگران از حرفایش ناراحت می شوند، باز با همان شدت حرفش را می گفت. بعضی وقتها فکر می کردم که به عدم طرف مقابلش را عصبانی می کند تا او فریاد بزند و او فریاد کشیدنش را تماشا کند. برای او انجام دادن کارهای معمولی خیلی سخت بود. تحمل انجام کارهای روزانه را نداشت. درست زمانی که به چیز عادت می کرد علاقهش را نسبت به آن از دست می داد. هر وقت که از او خواسته می شد تا با دیگران کار انجام دهد بدخلقی می کرد، انگار او را داخل یک قفس انداخته باشند. اگر کسی حرفی میزد که حوصله‌اش را سر می برد و یا از سر نادانی حرف میزد، بلند میشد و آنجا را ترک می کرد.
با همه یکسان رفتار میکرد و از هیچ کسی کینه و نفرت به دل نمیگرفت و با کسی لجبازی نمیکرد، چیزهایی که خیلی از افراد به آن بها میدادند، مثل رفاه، رتبه، مقام و آسایش در نظر او بی‌ارزش بودند. با کلمات به اعتنا بود. این هم یکی از قوانین بود. قانون ششم: بیشتر تعصب‌ها، دعواها و جنگ‌ها در این دنیا به خاطر زبان است. با کلمات اعتنا نکنید. در حکومت عشق کلمات بی تاثیرند. عاشق بی زبان است. بعضی اوقات در مورد سلامتیش نگران می شدم. البته مرگ همه در دست خداوند است. فقط او می داند که چه زمان عمرمان در این دنیا به سر می آید. ولی با این حال آنجایی که می توانستم سعی می کردم تا از سرعت شمس کم کنم و او را به زندگی آرام و منظم عادت بدهم. مدتی بود که احساس می کردم که در این کار موفق شدم. زمستان شروع شد و همراه با سرمای سخت زمستان یک قاصد از دور دستنامه برایم آورد. نامه از قیصریه به بغداد. فوریه 12:40. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا زمان عزیز، مدت زیاد است که همدیگر را ندیده ایم. از خدا میخواهم که این نامه در حال به دست شما برسد که در سلامتی و رفاه باشید. در مورد خانقاهایی که در بغداد را اندازی کرده اید از راه دور چیزهای خوبی به گوشم رسیده. دلیل نوشتن این نامه مسئله است که مدت هاست ذهنم را مشغول کرده و از شما میخواهم که آن را با کسی دیگری در میان نگذارید. اگر اجازه بدهید از اول برای شما تعریف کنم. همونطور که میدانید خدا بیامرز سلطان علاءالدین کیقوباد در زمان حیاتش به بهترین شکل حکم فرمایی میکرد. یکی از آرزوهای وی این بود که بتواند شهر بسازد که در آن شاعران و هنرمندان و فیلسوفان بتوانند در آن به بهترین شکل زندگی کنند. البته در چنین دنیایی که پر از خصومت و جنگ است و از یک طرف مغول‌ها و از طرف دیگر صلیبیون‌ها در حال حمله هستند، بنا کردن چنین شهر مثل یک رویا بود. تا به امروز شاهد چه اتفاقاتی که نبودیم. مگر مسیحیان مسلمانان را، مسلمانان مسیحیان را، مسیحیان مسیحیان را و مسلمانان مسلمانان را نکشتند. مگر دینها، مذهبها و برادرها با یکدیگر نجنگیدند؟ سلطان کیقوباد مرد با درایتی بود. برای تحقیق آرزوهایش شهر قونیه را انتخاب کرد. اولین زمینه که بعد از طوفان نوح بر روی آب آمد. در شهر قونیه فقیه زندگی می کند به اسم مولانا جلال الدین. شاید اسمش را شنیده باشید. بعضی به او رومی می گوید. بسیار خوشبختم که او را می شناسم و بعد از این که او را شناختم استادش شدم. بعد از فوت پدرش مرشدش شدم و سالها بعد از آن شاگردش شدم. چقدر خوشبختم که توانستم با او درس فقه بخوانم. بله دوست من شاگردم شدم. مرد ممتاز و با علم و دانش است. دیدم دیگر چیزی ندارم به او یاد بدهم. این شد که این بار من شاگرد او شدم. پدرش مرد عارفه بود. رومی هنر دارد که در کمترین کسی می توان آن را بیابی. او توانسته پیوسته بیرون دین را بشکافد و گوهر ابدی و ازلی آن را به دست بیاورد. این رو هم بگویم که این فقط نظر من نیست و وقتی که رومی جوان بود با صوفی بزرگ و معروف عطار آشنا شده بود. حضرت عطار در مورد او این را فرموده بودند: زمان زیاد نمی گذرد که این پسر به سینه سوخته آدمیان آتش می اندازد. خدایش بیامرزد. فیلسوف معتبر و بزرگ. این عرب یک بار به دنبال رومی و پدرش می رود و این را می گوید: خداوندا، یک اقیانوس به دنبال برکه می رود. وقتی فقط 24 ساله بود به مقام شیخ رسید. 3 سال بعد از این ماجرا تمام مردم قونیه رومی را مرجع تقلید خود قرار دادند. هر جمعه از اطراف و اکناف تعداد زیادی از مردم فقط برای شنیدن خطبه‌های او به قونیه می آیند. در فقه و فلسفه، علم حیات، جبر و شیمی بی رقیب است. می گویند تعداد مریدانش به 10,000 می رسد. هر کلمه یک از مردانش خارج می شود برای مریدانش با ارزش است و همه متفق القول می گویند. تنها در تاریخ اسلام بلکه می توانند در سر تا سر جهان رهگشای تغییرات و تحولات عظیمی باشد و چراغ راهنما برای انسانها باشد.
مدت قبل به قیصریه نقل مکان کردم. با اینکه از رومی دور هستم اما هنوز او را مثل فرزند خودم میدانم و پدرش قول دادم که هیچ وقت در دعاهایم او را فراموش نکنم. اما من دیگر فرصت زیاده ندارم. زمان مرگ من نزدیک شده است. اما رومی هر قدر که در فقه استاد و بر آن واقف است، اما در درونش خلای وجود دارد. هیچ کس علت آن را نمیداند. نه خانواده‌اش و نه مریدانش، هیچ کدام نتوانستند آن خلا را پر کند. چندین بار با مرا ترد و دل کرد و تقریبا چنین حرفایی را زدیم. کاملا پیداست که از خامی در آمده و جدا شده ای، اما در چوب عشق نسوخته ای. حتی اگر قدحت لبالب از می پر باشد، باید در راهت را آنچنان باز کنی که آب درون آن سرازیر شود. وقت پرسید چه کار باید بکنم، گفتم تو با یک دوست احتیاج داری و حکم که در قرآن به آن اشاره شده را به او یاد آوری کردم. مؤمن آینه مؤمن است. اگر این موضوع دوباره مطرح نمیشد شاید آن را فراموش کرده بودم. اما وقتی که من میخواستم از قونیه به قیصریه بیایم، رومی برای من خواب را که دیده بود تعریف کرد. در خواب در یک شهرهای دوردست در میان شلوغی به دنبال فرد میگردد. در اطراف به عربی کلمات نوشته شده و غروب بسیار دلگیری است. بر روی درختان توت پله‌های کرم ابریشم ونم داشتند و بعد خودش را در حیاط خانه به سر چاه دید، در حالی که در دستش فانوسی است و برای کسی گریه می کند. بار اول متوجه نشدم که این خواب بر چه چیز دلالت می کند. چیز آشنایی در آن نمی دیدم تا اینکه یک روز یک دستمال ابریشمی از کسی هدیه گرفتم و در همان لحظه معمای خواب را حل کردم. با یاد آوردم که شما به کرم‌های ابریشمی علاقه دارید و چیزهای در مورد تکیه شما شنیده بودم و آن را به یاد آوردم و فکر کردم شاید آن درگاهی که رومی در خوابش دیده تکیه شما باشد. خلاصه که کلام برادر من مطمئنم که آن کسی که رومی به دنبال اوست زیر سقف شماست و دلیل نوشتن این نامه همین بود. نمیدونم که در تکیه شما چنان کسی وجود دارد یا نه، اما اگر باشد این دیگر به عهده شماست که به او بگویید در قونیه یک نفر منتظر اوست و این دو چشم جوشان را به هم برسانید. چقدر خوشبخت خواهیم شد اگر بتوانیم اقیانوس الهی را به یک برکه وصل کنیم و دو دوست الهی را به وصال یک دیگر برسانیم. اما باید یک چیز را خدمت شما عرض کنم. رومی هر قدر که با نفوذ و با اعتبار و محبوب باشد، اما مخالفین دارد. با وجود آمدن تغییرات در شخصی که رهبر روحانی مردم به حساب می آید، می تواند سبب با وجود آمدن اختلافات و ناخوشنودی‌های فراوان شود. علاقه زیاد رومی به دوست جدیدش می تواند بین او و خانوادهش مشکلات را به وجود آورد و ممکن است این فرد که آنقدر میان مردم محبوب است مورد تنفر قرار بگیرد و تمام اینها می تواند خطرات غیر قابل پیش بینی را هم برای دوست رومی به وجود بیاورد. با عبارت دیگر، آن کسی که به قونیه میفرستی ممکن است دیگر بر نگردد و خواهش من از شما این است که قبل از آن که از این موضوع به مرد مورد نظر چیزی بگویید، خوب درباره این مسئله فکر کنید. من را ببخشید اگر شما را در سر انداختم، اما شما می دانید که خداوند به بندگانش هیچ وقت باری نمی دهد که نتوانند حمل کنند. روزهای من دیگر به شما را افتاده است. شاید زمانی که جواب این نامه را برای من میفرستید من به اون دیار سفر کرده باشم، اما میدونم و مطمئنم که شما راه درست را انتخاب میکنید. شفاعت و مرحمت خداوند از تکیه‌تان کم نشود. شیخ سید برهان الدین، شمس، بغداد، 18 سپتامبر 1243. اتفاقات در حال افتادن است. از پارسال زمستانه که یک پک از شام نام آورد، یک چیزی در اینجا عوض شد. به خاطر بارش سنگین برف کسی بر راحتی نمیتواند به اینجا بیاید. اگر یک پک علی رغم تمام سختی ها و مشقت ها در این فصل نامه بیاورد، فقط دو حالت میتواند داشته باشد: یا اتفاق مهم رخ داده یا اتفاق مهم رخ خواهد داد. بعد از اینکه پیک از تکیه رفت، همه در مورد آنچه در نامه نوشته شده بود حدس های می زدن.
از پیر و جوان همه کنجکاو بودند بدانند در نامه‌ای که برای بابا زمان آمده چه نوشته شده است. اما مرشد به هیچ کسی چیزی نمیگفت. صورتش مثل یک دره بسته بود. مدام در حال فکر کردن بود و پریشانی آدم‌هایی را داشت که با وجدانشان برای گرفتن یک تصمیم مهم دست به گریبانند. در این مدت تمام احوالات بابا زمان را تحت نظر داشتم. این را فقط روی کنجکاوی نمی کردم. عمیقاً می دانستم و مطمئن بودم که نامه‌ای که پیک آورده در ارتباط با من است، اما چگونه ارتباطی آن را نمی دانستم. برای آنکه خداوند به من راه را نشان دهد شب‌های زیادی را ذکر گفتم و بارها اسماعیل حسنی را خوانده بودم و هر بار فقط یکی از اسماعیل حسنی می آمد القیوم. نه خواب می بینید و نه می خوابد. مخلوقات را می آفریند و اداره می کند. از ازل تا ابد باقی و ثابت استوی قائم به ذات است. در روزهایی که همه کنجکاو بودند تا در مورد نامه بدانند، من وقتم را در حیات در میان طبیعت که برف مانند لحاف روی آنها پوشانیده بود می گذراندم. و بالاخره یک روز زنگ به صدا درآمد. همگیمان برای جمع شدن در مجلس فراخوانده شده بودیم. وقت وارد اتاق شدیم دیدم که تازه واردان تا پیش کسوتان همه در مجلس نشستند و در وسط حلقه مرشد نشسته است. مرشد لبهایش را آنقدر به هم فشار داده بود که مثل خط باریک شده بود و غرق در تفکر به دستانش نگاه می کرد. بعد از آن که همه در سر جای خودشان قرار گرفتن، مرشد انتهار گفت: میدانم که همه شما میخواهید بدانید که برای چی شما را اینجا جمع کردم و همانطور که همه‌تان حدس میزنید درباره نامه‌ای که پیک آورده میخواهم با شما حرف بزنم. نپرسید نامه از طرف چه کسی آمده، اما فقط این را بدانید که ذهنم را به موضوع مهمی مشغول کرده است. کمی بعد بابا زمان ایستاد و از پنجره به بیرون نگاه کرد. به نظرم خسته می آمد. صورتش رنگ پریده بود. در ظرف این چند روز به طور محسوس لاغر و پیر شده بود. اما وقتی به حرف زدن ادامه داد صدای پرقدرتی داشت. در شهری که خیلی هم دور نیست فقیه زندگی می کند که در کلام استاد و در تقوا و عبادت کامل و در علم و معرفت ماهر است. هزاران نفر او را دوست دارند و میل به شنیدن سخنانش دارند و مریدانش دسته دسته در اطرافش هستند. اما این مرد از عشق الهی بی‌نصیب است. هنوز نتوانسته است از ازمونیت خودش خارج شود و به دلایلی که از ادراک من و شما خارج است باید از تکیه ما یک نفر به عنوان دوست و همراه نزد او برود. با دقت گوش می دادم. نفسم را حبس کرده بودم. آنقدر هیجان زده بودم که احساس می کردم قلبم در سینه‌ام نمی گنجد. و در آن لحظه یکی از 40 قانون از ذهنم گذشت. قانون 7: اگر در این دنیا در انزوا بمانی انعکاس صدای خودت را میشنوی. نمیتوانی حقیقت را کشف کنی. خودت را فقط در آینه یک انسان دیگر میتوانی کامل کنی. بابا زمان به سخنانش ادامه میداد. این یک سفر سخت معنوی است. به امید این که از میان شما یک نفر داوطلبانه این کار را بر عهده گیرد. شما را اینجا جمع کردم. میتوانستم خودم یک نفر را انتخاب کنم، اما نمیخواهم این کار را به عنوان یک وظیفه قلمداد کنید، چون این کار باید فقط از روی عشق و به خاطر عشق انجام شود. یک طلبه جوان اجازه خواست و سؤال پرسید: این فقیهی که میگویید چه کسی است؟ اسم آن شخص را فقط به کسی که داوطلب باشد میگویم. تا این جمله را درویشان شنید با هیجان دستانشان را بلند کردند. در کل 9 نفر داوطلب شدند و وقتی من هم به آنها ملحق شدم 10 نفر شدیم. بابا زمان اشاره کرد که دستانمان را پایین بیاوریم و بعد خیلی آرام ادامه داد: قبل از این که تصمیم بگیرید باید نکته دیگری را به شما بگویم. و آن موقع بود که به ما گفت: این سفر همراه با سختی، موانع، مشکلات و خطرات فراوان روبروست و حتی امکان دارد هیچگاه نتوانید از این سفر برگردید. و آن موقع بود که دیگر هیچ کسی جز من دستش را بلند نکرد. بابا زمان سرش را به سمت من چرخاند و در چشمان من نگاه کرد. آن زمان که نگاهمان در هم تلاقی کرد فهمیدم که از اول می‌دانست تنها داوطلب من خواهم بود.
بابا زمان زیر لب گفت شمسی تبریزی. انگار اسمم را به سختی تلفظ می کرد. پیداست که در تصمیمت استوار و ثابت قدم هستی. اما تو در این تکه عضو نیستی، میهمانی. من هم جواب دادم قربان چه فرقی می کند؟ این که مسئله مهمی نیست. بابا زمان مدت ساکت بود و بعد کاملا غیر منتظره از جا برخاست و گفت فعلا این مسئله همین طور بماند. احتیاج به عجله کردن نیست. بهار که آمد یک بار دیگر درباره این موضوع بحث میکنیم. قلبم آزرده شد، عصبانی شدم. وقتی بابا زمان میدانست من برای پیدا کردن دوست و همراهم به بغداد آمدم، برای چه مانی من میشد؟ قربان چرا همین حالا اجازه نمیدهید به آن شهر بروم؟ چه کسی از آن عالم در کدام شهر است؟ خواهش میکنم بگوید تا همین حالا به آن شهر بروم. اما مرشد با لحنی که هیچگاه از او نشنیده بود جوابم را داد. گفتم که این موضوع فعلا مسکوت باقی میماند. تمام. چه زمستان سخت و طولانی بود. گیاهان درون حیات یخ زده بودند. 3 ماه بعد را با هیچ کس حرف نزدم. هر روز به امید آن که درختی را ببینم که شکوفه زده. ساعتها راه می رفتم. هیچ نشده بود که بهار آنقدر دیر بیاید. شاید به نظر دیگران ناامید می رسیدم. اما من هیچ وقت ناامید نشدم. همیشه در درونم امید داشتم. چون هیچ وقت یکی از قانونها را از ذهنم پاک نمی شد. قانون 8. هیچ وقت ناامید نشو. اگر تمام درها برایت بسته شوند، او در نهایت برایت یک راه مخفی باز می کند. با اینکه تو الان نمی بینی، اما در پی آن کره راهها بهشت وجود دارد. همیشه خدا را شکر کن. شکر کردن زمانه که به خواستت رسیده ای کار آسان است. صوفی آن است که حتی اگر حاجتش روا نشد خدا را شکر کند. پایان قسمت 9. عزیزان و علاقه‌مندان خوب کانال الید بوک، رسیدیم به پایان این قسمت و امیدوار هستیم تا این دم که با ما بودید خسته نشده باشید. و شما عزیزان را دعوت می‌نماییم که شنونده و بیننده قسمت 10 این رمان نیز از کانال خودتان الید بوک افغانستان همراه باشید. شما را به علاقه بی‌نیاز می‌سپاریم. وقت خوش. خدا نگهدار.